این موشک کروز ابومهدی است در اختیار نیروی دریایی سپاه با برد 1000 کیلومتر. امروز صدها تیر از نسخه جدید این موشک در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار گرفت که تنها یک نمونهش اینجا به نمایش از 2654 سامانه که امروز الحاق شد، یک موشک برای اولین بار فقط نمایش داده شد. جدید و به احتمال زیاد دارای بردی قابل توجه، شاید بیش از 600 کیلومتر با توجه به ابعاد محفظه موشک. با این حال سپاه هنوز جزئیاتی از سامانه‌های موشکی جدید خود که ضد اهداف دریایی است ارائه نکرده. نیروی دریایی سپاه امروز بخشی از موشک‌های جدید خود را به نمایش گذاشت که سر جنگی آنها تغییر یافته و به جای اینکه هنگام اصابت به ناوشکن منفجر شوند، با ورود به داخل ناوشکن در همانجا منفجر می‌شوند و قدرت انهدام موشک‌ها را حدود 5 برابر بیشتر می‌کند. پاسخ ما در مقابل هر دشمنی که بخواد تعدی بکنه به کشور عزیزمون قطعاً هم دردناک، محکم و پرحجم خواهد بود. ایران حالا می‌تواند بدور از ساحل خود از حوالی جنوب تهران هر تهدیدی علیه ایران را در خلیج فارس و دریای عمان مورد هدف قرار دهد. این یک حرکت بدون توقف در تمام نیروهای مسلح ایران و در تمام اجزای قدرت دفاعی سپاه است. ما بی‌وقفه پیش میریم و هر چی که ما به فناوری‌های نوین دسترسی پیدا می‌کنیم، شتاب ما برای توسعه قدرت و استفاده از فناوری‌های پیشرفته بهبود خواهد یافت. شتاب قدرت افزایی نیروی دریایی سپاه از روزی شروع شد که برد سلاح‌های دریایی‌اش به 100 متر می‌رسد. حالا در شرایطی است که حتی از غرب ایران هم می‌تواند تهدیدات دریایی علیه ایران را در دریای سرخ رصد و در صورت لزوم با آنها درگیر شود. یعنی یک ناو هواپیمابر با 2 تیر موشک کروز ابومهدی عملاً غرق خواهد شد، همچون ناو هواپیمابر تئودور روزولت. این تصاویر همین ناو هواپیمابر است چند روز پیش در تنگه هرمز. یعنی ناوشکن‌های همراه ناوهای هواپیمابر همچون کراس آرلیبر که نیروی دریایی آمریکا خوراک یک فروند از موشک‌های کروز ابومهدی خواهند بود. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، امروز طیف وسیعی از موشک‌های کروز دریایی که غیر قابل رهگیری‌اند در بین بردهای 100 تا نزدیک به 1000 کیلومتر در اختیار این نیرو قرار گرفته. البته شاید موشک‌هایی با برد بیش از 1000 کیلومتر هم در اختیار نیروی دریایی سپاه باشد که تاکنون رسانه‌ای نشده است. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.